سلام دوستان گل، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو درباره اکسله که برای من مال 2016. این ویدیو بیشتر برای دانش آموزان عزیز، دانشجویان، کارمندا و حتی کسب و کارهای کوچیک و فوق‌العاده کاربردی این ویدیو، و حتی برای کسانی که تازه میخوان با رشته حسابداری یا اکسل آشنا شن. حالا اکسل چیه؟ اکسل برای ساخت جدول، محاسبات عددی، نمودارها و مثلا تحلیل های داده استفاده میشه. اکسل برنامه پایه برای حسابداریه. یعنی شما اگه اکسل رو بلد باشید میتونید به برنامه دیگه هم راحت تر یاد بگیرید، مثل هلو و دیگه. حالا ما وارد میشیم، سفر رو بزرگ میکنیم تا شما بهتر ببینید. خب این ویدیو در مورد صفره. چند تا کلید کاربردی یا میانبر میخوام بگم بهتون در مورد صفر. مثلا یعنی چی؟ یعنی شما 45 میلیون میخوای بزنی، 6 بار باید کلیک کنید رو صفر. 1 2 3 4 5 6. خب شما ممکن چشتون اذیت بشه و یا استرس داشته باشید، یه نصف اضافه زده باشید یا کمتر و دیگه. ولی شما راحت ترین کار ممکنه میتونید بکنید. عددی که میخوایم مثلا 45 باشه، عدد وارد میکنیم، یه ای میذاریم. بذار من انگلیسیش کنم. یه ای میذاریم به راحتی، یه دونه ای میذاریم. تعداد صفر چند تا؟ 6 تا اون صفر میخوایم. تموم شد رفت. این الان اشتباه نیست بچه‌ها یا دوستان، این نماد علمیه. حالا بعدی هم میزنیم 46 ای بزرگ. فرق نمیکنه ایتون کپیتال باشه یا اسمال، بزرگ باشه یا کوچیک. 6 تا صفر، یه اینتر. حالا اینا رو دوتا رو مشخص میکنیم. میایم تو بخش نامبر، گزینه نامبر رو میزنیم که از نماد علمی به عدد طبیعی تبدیل کنه. حالا ما میخوایم اینا رو سه رقم جدا کنیم که چشمون دیگه راحت تر بتونیم تشخیص بدیم چه عددیه. اینجا یه حالت میگول داره تو بخش نامبر، اینو کلیک میکنیم، سه رقم جدا میکنه. حالا چی؟ اینجا رقم اشار داره. این رقم اشار رو میخوایم پاک کنیم تو همین بخش نامبر دوباره. اینجا دو تا شکل داره. اگه چپ بزنیم میاره به سمت چپ و بیشتر میکنه، اگه راستیه رو بزنیم میبره به سمت راست و اشار رو میندازه بیرون. خب این یه روش اول ای. کلا 3 تا روش داریم برای صفر. روش اول که ای بود. روش دوم عدد رو میزنیم، 2 تا ستاره، بعدش تعداد صفر. مثلا چند تا؟ 5 تا صفر میخواد. اینتر. خب 24، 2 تا ستاره، 6 تا صفر. دوستان حتما باید 2 تا ستاره باشه، یه دونه ستاره باشه کار نمیکنه. نمیذاریم نماد علمیه. باز یه انتخاب میکنیم نامبر، یه عدد طبیعی بشه، 3 تا جدا میکنیم و 2 تا کلیگه که بندازه بیرون. تا اینجا شد چند روش؟ 2 تا روش. حالا من اینجا بنویسم یادتون نره چیزی داره. رقم رو مینویسیم ای تعداد صفر، رقم رو مینویسیم ای تعداد صفر. دارم بازم تاکید میکنم فرقی نمیکنه ایتون کپیتال باشه یا اسمال. حالا عدد رو مینویسیم 2 تا ستاره، حتما باید 2 تا ستاره باشه. تعداد صفر. تا اینجا شد 2 روش بچه‌ها. حالا برای روش سوم، این روش ریسکیه و مثلا باید تعداد صفرها مشترک باشه، یکی باشه. مثلا شما تو یه شرکت کار میکنید، میخواید
حقوق این ما رو ثبت کنید. مثلا میزنیم آقای فلانی 30 میلیون امروز دریافت کرده، این ما دریافت کرده. آقای رجبی 20 میلیون، آقای کریمی 25 میلیون، آقای حیدری 15 میلیون. اینا تو همه ارقام 6 تا 0 مشترکه، یعنی تو همه این رقم 6 تا 0 رو داره. خب چون مشترکه ما باید یه کاری کنیم. بچه این روش رو زیاد توصیه نمیشه که دارم میگم. شما برای روش سوم روی فایل کلیک میکنید، گزینه آپشن، ادوانس، دسیمال پوینت که این من رو روشن کردم، خاموش بود، روشن میکنیم. خب مثلا چند تا صفر میخوایم اضافه کنیم، اینجا مثلا میزنیم 6 تا، یه اینتر میزنیم چند یک که اینتر رو میزنیم 6 تا صفر ازش کم کرد. که مثلا بچه شما سرقم نشیم، ما میزنیم 1 میلیون 1 2 3 4 5 6 اینتر میزنیم 6 تا صفر ازش کم کرد. چرا این اتفاق میفته؟ چون در این گزینه دسیمال پوینت بعدش این عدد مثبت وارد کردیم. این عدد حتما باید منفی باشه. منفی رو الان میزنیم که بشه منفی 6. حالا 1 اینطوری میزنیم، خود به خود 6 تا 0 میذاره جلوش، 2 میذاره جلوش، 10 میذاره جلوش، دقیقا 6 تا 0 گذاشته رو. حالا اینا رو انتخاب میکنیم تو همین گزینه نامبر، اینی که حالت میگول داره انتخاب میکنیم، 3 تا 3 تا جدا کرد، قشنگ 2 تا میای راست، تموم شد رفت. این شد چند تا؟ 3 تا. به همین راحتی. سومین روش ممکنه شما مثلا اذیت بشی تو حساب کتاب و خیلی توصیه نمی کنم. تو حالت عادی هم این گزینه غیر فعاله. حالا روش سوم یه باری با هم میریم جلو، فایل، آپشن، ادوانس، دسیمال پوینت. یه بار خاموش کنیم، یه اوکی میزنیم، تموم شد رفت. تو حالت غیر عادی هم خاموشه. و شد چند روش؟ یه روش، ستاره 2 روش و دسیمال پوینت یا فایل میشه سومین روش. حالا بازم سوالی داشتی تو کامنت ها میتونی بپرسی، با یه دونه کامنت گذاشتن یا لایک میتونی به من انرژی بدی. و لطفا سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو بعد، خدا نگهدار.